شاید الان با خودت بپرسید چرا من دست ندارم. رو تامنیل و تایتل قاعدتا دیدی که کلیک کردی روی این ویدیو و اینکه دست ندارم. دست دارم، واسه 1 ساعت دست ندارم. قراره یه چالش بریم ببینیم چقدر سخته. فکر کردنم حتی خستش کرد بهم. فکر کردنم حتی خستم کرد. فکر کردنش بهم فکر کردن بهش خستم کرد. امروز 3 تا آیتم قراره بریم. یه دونه نوشیدنی قراره درست کنیم. اتاقم خیلی کثافته. اتاقم مرتب بکنم. یکی آیتم یادم. اگر از این جور ویدیو خوشت میاد حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشت نشه. با این کارات خیلی بهم انرژی میدی، خیلی کمکم میکنی، از من داری حمایت میکنی، بهم قوت قلب میدی. خیلی مخلصیم آقا. بریم سراغ چالش اول. الان 13 و 39 دقیقه است. میبینی 40 دقیقه، 13 و 40 دقیقه، 14 و 40 دقیقه بعد دستم توی لباسم باشه. و اینکه الان باید شروع کنم به قهوه درست کردن. حاجی خیلی واقعا سخته. بعضی جاها شاید از دست کمک بگیریم واقعا. مثلا الان باز کردن این شدش کردم، فقط شدش کردم. واو چه ویدیویی. ولی این خیلی سنگینه. خدا رو شکر این قهوه رو واسه کسی نمیخوام بدم. واقعا سخته حاجی. دارم تصور میکنم کسایی که دست ندارن چطوری زندگی میکنن. حاجی تو تصوراتم خیلی راحت تر بود. خب من نونت نیست، آبت نیست، کس. حاجی زیر پام همه خیسه وای. وای خاموش شو. مرحله اول با موفقیت همین شد. بریم مرحله دوم. حاجی من الان چطوری اینو مرتب کنم؟ خداییش مرتب زدم. Nice sensiz yatamam, seni baştan atamam. این از بخش تمیز کردن اتاق. بریم سراغ بخش آخر ببینیم میتونیم یا نه. دوستان عزیز فوت فوتیش لطفاً
این قسمت رو رد کنن و نبینن. آقا این من قبل با کرده بودم این خودکار. ببینم میتونم مثل حالت دست بگیرم. بیا پدر سگ. بریم شروع کنیم. ممنون. اوجی چقدر سخته با پا نوشتم. بعضی رو با پا نقاشی میکنن خودش. میشم کانال. چه خوب در اومده رو. آره ساب کنی. خب الان من بخوام خودم بخونم میشه مهخون مشخ نان بساب کفی. این هم شد چالش ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه حتما و به من بگو که ویدیوی بعدی به نظرتون چی باشه.